درود بر شما، مرلین ساغر هستم. این ارتباط با هوروسه. هوروس یکی از جنهای بسیار قدرتمند مصر باستانه که با سر عقاب و بدن انسان ظاهر میشه و به عنوان خداوند در مصر باستان پرستش میشه به مدت 2000 سال. این جن هنوز وجود داره و بسیار قدرتمنده. این جن با کسی عهد نمیبنده به این سادگی، اما ارتباط میتونید شما بگیرید با این جن. ارتباط با هوروس بدین شکلی که شما یک هفته هیچ گوشتی نمیخورید، هیچ لبنیاتی نمیخورید، هیچ تخم مرغی هم نمیخورید و هیچ عسلی هم نمیخورید، به همین سادگی 1 هفته. و بعد از 1 هفته شما میشینید روی زمین و این طلسم رو که میبینید، این مربع و محتویات داخلش رو کف دست چپتون با هر قلمی مینویسید، فرقی نداره چه قلمی، و بعد این اسما رو 41 مرتبه میخونید. به هوم ریا بی آمی هوروس. و بعد از 41 مرتبه خوندن یا هنگامش میبینید که بدنتون مرمور میشه، یه قسمت های بدنتون، و کف دستتون سنگین میشه و گزگز میشه. و بعد شما بعد از 41 مرتبه خوندن این قلم به دست بگیرید و میبینید که قلم خود به خود بر روی کاغذ مینویسه. هر سوالی داشتید بپرسید، جوابشو مینویسه. شما این عمل رو 3 تا غروب انجام میدید، 3 روز غروب انجام میدید به این شکل گفتم. و بعد از 3 روز غروب این طلسم رو که میبینید بر روی کاغذ، همین فقط همین مربع و محتویات داخلش، بر روی یک کاغذ بدون خط مینویسید، زیر بالش میذارید. و بعد میبینید که هوروس میاد به خوابتون با سر عقاب و بدن انسان و شما میتونید هر سوالی دارید بپرسید و گاه هم میتونه خواسته ای ازش بخواید، لکن با شما عهد نمیبنده. امیدوارم در انجام این عمل موفق باشید.